جوهد از ناحیه سواتی پاکستان است. خوناساست و رقص را دوست می دارد. بعد از آنکه عائله از او رو گرداند برای زندگی به پیشاور آمد. وقتی طالبان به سوات آمدند و اوضاع خراب شد، اهل عائله به من تهدید میکردند که اگر رفتارم را تغییر ندهم به طالبان میسپارند. دیگر کاری طالبان خواهد بود که مرا زنده به گور میکنند یا آتش میزنند یا میکشند. من سخت ترسیدم چون طالبان به مردم بسیار ظلم میکردند. وقتی به سوابی آمدم افرادی مثل خودم را دیدم، خوشحال شدم. پیش از آمدن به اینجا فکر میکردم یگانه انسان خوناسا در جهان من هستم و این گناه است. بعد ملاقات با خوناساهای دیگر خوشحال و مطمئن شدم و فهمیدم که مثل من انسانهای دیگر بودند. جوهد با همجنسان دیگرش در یک خانه اجاره می نشینند. چون شانسی بسیار کمی یافتن کارهای دیگر را دارند، با رقاصگی در توی‌ها و جشن‌های خصوصی روز می‌گذرانند. برای پول بسیار کم می‌رقصیم. حتی همین هم بسیار کم است. منبع درست و دائمی درآمد نداریم. برای اجاره خانه 25,000 روپیه تقریباً $216 می‌دهیم. برای لباس و آرایش و دیگر چیزها نیز پول لازم است که یافتنش آسان نیست. جوهد میگوید پیوسته آزارش میدهند. پلیس جشن‌های ما را به هم میزند. اگر جشن نباشد ما نان نمیابیم. دیگر افرادی خوناسا مثل بابی دوست جوهد میگوید اذیت و آزار زیاده دیده است. یک شب به جشن رفتیم. وقتی برگشتیم افراد مسلح خواستند پیش راه ماشینمان را بگیرند. با تیراندازی شروع کردند. به بسیاری از دوستانم تیر رسید. 3 نفر کشته و 2 نفر زخمی شدند. تنها من آسیب ندیدم. افراد مسلح آمده پول گفتند. تلفن‌هایشان را گرفتند. بعد مرا تجاوز کردند. سال 2016 یکی از حامیان حقوق خوناساها با نام علیشه را کشتند. قتل او یکی از حمله ها به خوناساها در پاکستان است که در چند سال پیش افزایش یافته است. از سال 2015 به گفته حامیان حقوق در پاکستان 50 خوناسا را کشتند. ولی علامت های از حرکت های مثبت برای حفظ حقوق خوناساها به چشم می رسد. ما همراه با حکومت برای تعیین سیاست محافظت و حمایت حقوق خنثی‌ها کار میبریم و جدی عمل میکنیم. ماه مارد پارلمان پاکستان قانون منع تبعیض خنثی‌ها را قبول کرد که اجازه میدهد جنسشان را خودشان انتخاب کنند. بعضی از ملاها نیز به حمایت آنها صدا بلند کردند. بسم الله الرحمن الرحیم. خنثی‌ها هیچ کمی ندارند. آنها مثل مرد و زنها مخلوق خدا هستند. جوهد و رفیقانش برای قبول شدن در جامعه مبارزه سختی در پیش دارند. حالا فقط در جامعه خودشان دستی همدیگر را میگیرند و مثل اهلی خانواده هستند. ما در لحظه شادی و ماتم شریک غم همدیگر هستیم. ما فقط یکدیگر را داریم، دیگر هیچ کس را.